سلام بچه ها، چه خبر؟ من گودزیلا هستم و امروز آمدیم وام بلاگ پارت هفتم این مپ اون دیگه که این پارت آخرین پارت ماه که قرار این پارت بشیم بریم انددارگون رو بکشیم و یه الکترا بگیریم دیگه و همین دیگه. لطفا به حمایت از من دکمه لایک ساب و کامنت فراموش نشه. کامنت انگلیسی می نویسین و اگر و زنگوله کنار صاحبم بزنین دیگه. خیلی دوستتون دارم و اگر مشکل دیگه بعد از وان بلاک میم سراغ فارمین. اگر فارمی چیزی مشکل داشتین بهم بگین، من در ویدیو و شما درست میکنم. و اگر سوال مانکرافتی داشتین مثلا اینجور چیزا، خب من میرم داخل ویدیو کوتاه به شما جواب دارم. پس میریم. خب وقتی اولین کار بشیم بریم بکنیم. خسته شو آخ جان. این چیه؟ گوه؟ سایه بود چیزه با این منگروف. شما هم که میکشم. آخ جان یکی چه دوست اومد. اسپانر. اسپانر آخ جان. آخ جان آخ جان دارم از میمیرم الان. اسپانر الان این چیزا خیلی واجب نیست. اسپانر اصلا واجب تره. گفتم که یه روز اسپانر میاد که اومد. حالا میتونم کلی فارم باش درست کنم. شما اسکلتون چیکار میکنین؟ ول کن بابا، اصلا به شما کاری ندارم. باورم نمیشه اسپانر اینقدر اسپانر که دوست داشتم. وای دارم درست میرم دیگه. اسپانر دستمه. یعنی باورت میشه یا نه، من اوقات یه اسپانر خیلی خوشحال شدم. بعیده. خب اول برم واسه که نیاز دارم بزنم سر جاش. آره. خب میرم تو این چی داری؟ میرم که الان فقط بشم بکم تا وقت به ندر اینا رسیدم میشم اسپانر رو بذارم که بتونم رکش ندر رو خودم برسونم. خب حالا اینو میزم سر جاش. خب دیگه جا بالا نداریم، مجبور اینجا بذاریم. خب دیگه بشیم به شروع کندن. خب بعد از این یکم کندیدن گفتم که خب بشم جای اسپانه درست کنم. علاوه هم میکنم هم اسپانه ما اسپانه کنه به نفع میشه، هم اکسپی دارم. این هم آهن چقدر داد. واندیزری اینم چی؟ همون قبلی که خب برو اونور دیگه. آها تو باید بکشم انگار. خب آهن خیلی خوب داد. داشتم. خب این حالا میشیم به شروع چی؟ به ساختن فارم. اینجا بسازم بهتره چون ممکنه اسپانر ما شروع به کار کنه اگه اینجا بسازم. پس اینجا میسازم. خب بیاد پایین. حالا خب حالا تاخون کریپر بذارم به نفهمه یا این فکر دارم که کریپر درسته گام پرده میده اما زامبی دریایی بذارم به نفهم چون ترندت میده و هم ترندت بده که میتونم راحت هم اصلا باش بکشم حتی مخصوص ادگاردی هم. پس اول میذاریم زامبی دریایی بعد اسکلتون میذاریم که چرا؟ چون اسکلتون ها تیراشون ازشون این چند و احتمال داره مثلا این فیلینتی هم بدن. این از این مشکل اینجاست. بعد جا درستش کردم یکم یک کاش محاسبات رو درست انجام اینا بعد اینجا درست نمیکنم اما اشکال نداره دیگه. در از اینجایی که بیافتیم درمانیم. اندرمن این دومین باره که اینجا اندرمن اکسپان میشه. بیا دارم چشمه نگاه میکنم. بیا عصبی شدی؟ خب الان کجاست؟ ها من دوست داری بیا. قرار من چیزی نیستی که یکاش جاوا بازی میکنم. جاوا بهتر بود. کجایی؟ بزن دیگه لایک. یه جا خواهم من اول شما این بازی میکنین لایک میکنه یا به همه اینطوریه؟ خب الان باید انتظار باشه. حواسم ای استاب یادم رفت بزنم با اسپانر. یعنی تا اونقدر یه نفر اسپان نکرد که کل کارت خوبه. آره اولین بیبی زامبی مون از چی اسپانر دریافت کردیم. بکشم.
فونکس میام که خوبه رو فقط یکم ترینده نیازم که اون اتوماتیک کنم. تریندنت دمش کم حساب که گذاشتم بالاش. حالا بعدشم چیکار؟ این شمشیر رو کن نکنم. راستی بچه ها، اگه دلیلی که اینطوری هستش اینه خاطر اینکه ما به نده رسیدیم. ما مشکل اینجا بود که متاسفانه قسمتی از نده رسیدیم هست شد. نفهمیدم چرا. اینجا 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 ای بابا و اینجا هم خود بازی لایک دارم خود گوشیم بعد از فیلم ها قشنگ نفرسته دیوانم کرد. اشکال نداره به ندار که رسیدیم. خب دوباره چی میریم؟ من فقط یه کمتر از 500 دیگه برسیم به اندیم و خدا کنه اگه مثلا این پورتال چیز اسپام میکنه روی فارمو اسپام نکنه بدبختم نکنه. از هیچی یه میاری منو از اکسیاتو خوبه. این هم که خوبه. ترینیتی که دارم میتونم با اون ترینیتی گرفتم با هم جایگزین کنم با هم یکی کنم. کریپر چی بگم یا خوبی بدا که اینکه معارضه‌گریش خوبه. جالبه جاوا یکم زمان نیاز داره. مثلا شمشیرانه میگم که یه شمشیر دایمنی زیاد جونش از دست نره و کشتن ندارگون نیاز دارم. خب لپیس 64 تا اینجا داشتم. آره یا آها واسه خالی کنم. خب برو اونور. خب این پیلینگ آیوی خوبه. ایکس پی نه. خب اشکال نه وقتی که ما با چی ایکس پی داریم دل نداریم. چی میگم یه پی دیگه مسئله شروع میشه. 29 اشکال یکم از فرم میگیرم. خب این از این سی رسیدیم. حالا میشیم این بالا. خب میشیم این کار کنیم با اون کار. خب تریدنت این پیلینگ آیوی خوب شد. حالا بشم هم داخل امیل بذارمشون. این هم از این تریدنت خیلی قویه دستم باشه. حالا بشم عوضی رو خالی کنم. روگلین چی زامبی راستی کسی دقت کرد حالا پایین هوگین زامبی پشت پای چپش اینا یا نمیدونم اسکلتیه اصلا نمیسم. خب وقتی جنگ دعوای داخلی پیتلین و اسکلتون اینا میده اسکلتون دست از بالا منظرش بید اصلا چرا تو این نامه پشت من بودی؟ یه باید ترینه حال بگو چی میان ترینه پرتم میکنی پرتم نمیشه. ای بابا افکت رفت خدا شد. چطوری افکت رفته باز میتونم دمج هم میخورم از کسی هم که دمج نمیخورم که هنوز باگه هنوز یه قصه از تو بگیرم. افکت ویدیو اسکلت مثل افکت سمی نیست که مثلا یکم نیم جون قبل بذارین یکی کدن خود جون رو میبره. آخه شده راحت شدم. نمیشیم چیکار بخوریم این از این حال شروع کندیدن آروم کنم. غذا از همچی واجب تره. بعد حالا بشم بکنم مایا
بود. گسو ازگاردین چیزه ندیده. تو دیگه چه اسمش شدی؟ آقای با تو چی بگم؟ خوبه 3 تا ترندنت. از این هم داشتم میکندیدم. تو پیش اسپانر هم بودم که حواسم بود. اسنیفر هم که بود. خب نه اسنیفر چی میگه اسمش چی بود اسمش؟ چه بعضی از اسم آهو قاطی میکنم. چی میگم حسینه باشه. چیزی اینجا نیست که اذیتش کنه. نه یه گاردین اینجاست. خب خداش یکم فورچن داشتم. آخ جون همراه با بیلیز دفعه قبلی که با ترینت میزم نیموردی باشم چی میزمه. خب بدبخت اسمانه چوبیه. کجایی؟ من دهن تو سرویس مونم. بیا دیگه تمام. هم تو چی دادی؟ دمش گرم. این از همه اینا بهتر بود. فهموندم خب نمای واردن که نیازم که الان نمیشه که. این 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 خب پس می تو فقط 2 تا از پس من الان ندارایت کنم. وقتم نمیخوام که یاد وقت بگم هم دومای ندارایت. این میتونم اینجا پس یه فکر دارم که همین دوتا بزنم چی؟ قسمت لباس ها با شلوار. خب پیکلین و پیکلین بروز خوبه. بعد ترید نیاز دارم. این خب این از این همیشه می شو بکنیم. ها فکر کنی اینطوری داره بچه 97 3 2 1 و 0. چه نشد؟ 0. آره این نامصب بعدم زد آخه چشمم. خب میشیم چیکار؟ کجا اسپان شد مگه؟ نکنین که ای شانس من چی بگم. اول فام که خواستین چی نمیتونم بکنم. من باز با اگزاست شد. خب یه رای از اینجا پیدا کنم. اینا که میتونم بکنم اونا چون نمیتونم. میتونم بیام پایینش باشه نه یه جای فارم من قشنگ نابود کرد. اسم ترینتش همینطور. مثلا اگه از اونجا بیام شاید بتونم چیکار کنم. اولش هم اینجا. خب فقط اسکلتون ها گذاشتم که برای اینکه این چند تای چی نیتی کمونه چند دار بهم بدن که حداقل بتونم باشه باید بتونم کریستال بزنم. البته اینطوری. خب دیگه این از این یه رای آسون پیدا شد که خود جای فرمونه. حالا یه جای مثلا درست کنم اینجا. آها به امید خدا بیگونه و بزنم اینجا فعلا. نمیتونه نشسته هیچ معنی آیه از اون طرف برم. از اینجا که هیچی نمیشه. آیدم از اینجا که هیچی نمیشه. خب دیگه حالا اینا میزم اینجا. بچه آیا فنجا خدا شد 4 تا دادی. اینجا میذارم. این این چه بله به سر خانم خوشکن آوردی. وایس پس برای خودتون نمیتونم بکنم. خب پرچالات که آره نمیتونم بکنم. اما چیا باقی شد؟ از اینجا موام داشتم میکنم. ببخشید تو میزنم. خب این هم از این بند خدا روش شد.
خب من جوگا وقتی میاد سر اگه همچین دوسته داشته بودیم که با کل میزنیمشون. خدا شد آقا چیز خاصی نداشتم که یا نصف شد. 2 تا اندرپن اینجا. بعد چند مدت رفتم واسه دایمندی ما با اون دایمندی که از همه چستا گرفته بودم عوض کردم که اگه این بمیرم اینا از بین نرن. البته همین رفتم توی نده تا یه دستگاهی بسازم که نفهم بشه. مطمئنم که باز با این باگ یکم کنده اما حداقل چیه دیگه باز سریعتر از قبل منتظر بودنه. شما بودی من میزدیم مثلا من این میترسم الان تیکمون که اینقدر تیم میخوایم بزنیم باگ داره میخوایم کریستال بزنیم چقدر باگ ممکن داشته باشه. یه و بخور این حریف من این باز با اینکه من باگ دارم. ای دهن تو چه جا میخوری؟ بیا بشین بچه. آره اینطوریه بیا دیوا. الان اگه باگ نمون الان با یه تی جانش سرش شده بود. ای چه نمیشه نه من داری تو سرویس اونی که آها. خب بچه استان شما اینجا باشید بهتر اینجاه و خدا کنه یک دستی چیزی خرابش نکنه. خب من چی میخوام درست کنم یه دستگاهی درست میخوام کنم که وقتی این دستگاه توش پیکین باشه تریده با طلا سریعتر انجام میده که خیلی به نفعتون میشه مثلا آخه هاردکور. خب این از این میزمت اینجا باشو خدای طلایی دارم. این این میزم اینجا شاین و این از کنین دیگه کاش فنس میذاشن همش شما نمیامدی. حتی این آخرین بارم فقام شما تمام کنم. این آخری خب دیگه شو برکت کرد. تو چه میخوای من بزنی؟ این و این سرعت میام روی همینطور که اینی همینطوری میبرم 4 برابر که بیشتر بخاطر این باگی بیشتر اذیت نشین. خب چند یاخچه 4 تا این دفعه این از این 7 10 تا خوب بود. تمام شد. این وای باحالی که ای کاش یک 16 بود باید یک 16 داشت. این از این بریم تو برو دیگه خواهش اذیتم نگاه. بابا الان 3 شب بیدار باید خدا کنه شب باشه چون 3 شب بیدارم. فانتوم اینا با یه اسمانشی میخوام یه مجموعی بسازم که اگه اند دراگونی بهم زدش نیفتم هنوز هم نشد. خب وقتم سریع وسایل خالی کنم اول. این از این مجموعه که ساختم این از ایف اندر این از این 6 میخواستم درست. خب شب هم داره میشه اگه فانتون اسپام بشه عالی نشه که من باید بخیره شم. خب این 3 شب کاملا حد بدون اینکه بمیرم زنده موندم دیگه. این برو دیگه. از این نمیریم که بشیم کل بسته ما اینجا کنیم. خب 2 تا از شما ندایت کنم این خب دیگه خالی کنم شما رو که میزم اینجا شما رو که میزم اینجا داریم.
خب اولش این. خب این دوتا کسانی واجب ترن. این آخ چی هم میدونم رفته حسه این تیبه کجا گذاشتم حالا اینجاست. خب گذاشته دایمه زیاد دارم. بس چی یادم رفت که این خاموشه. اینجا هم تنها چیزی که داخل این بعدی مراقبتش این اسم این تیبل است و بعد قسمت ندارتی شدن بقیه جا خودم سن تردیدیه. آن نفرم خود ندارتی شدن سخت بود. چه اینا سختش کردن که خب یکی دوتا. خب یکی دوتا میشه سه تا. خب یکی بر مزه تیم اگه یکی دیگه دستم شاید افتاد بتونم این خب این هم از این هم از این تمام. عجب شبیه که فانتوم هم نمیاد. هیچی ول کن بابا تو اینو چی میگی. هیچی برم حالا بشم رو تو خونه های فکر دیگه کنم کمیتی میتونم به آرزو کنم. آره این 10 تا. خب از این یکم آقا باشم رفتم بالا که ناگهان زمین چی میگه. خب میتونم بشم یه قد. خب بچه ها ویدیو ما به علت اینکه کمبود نت داشته و نمیتونستم همشون بفرستم بخاطر همین متاسفانه تقسیم بندی کردم که قسمت کشتن ندراگون فردا میبینیم دیگه. لطفا لایک ساب و کامنت فراموش نشه. سابای کامنت انگلیسی نیستیم و زمین کنار سابا بزنید. اگر این ساب یوتیوب از موقع سابا شما پاک کنه و از اطمینان یه کاری سابا دوباره باید فعال اینا کنیم نمیدونم. خب دیگه برای میبینمتون تا فردا. خدا نگهدار.